امروز اومدن انشعابات گازمون رو جمع‌آوری کردن. برای این کار شما حتما باید قدم اولتون درخواستتون توی دفتر پیشخوان دولت باشه. توی دفتر پیشخوان دولت مدارکی که از شما میخوان یکی پروانه‌تونه، یکی مدارک سندتونه و کد اشتراکی که روی قبض گازتون خورده اونو حتما باید همراهتون باشه. اگه کسی وکالت داره باید حتما وکالتنامه‌ش هم همراهش باشه. نکته رو که میخوام بهتون بگم اونجا که درخواستی که دادین ظرف 72 ساعت درخواستی رو که دفتر پیشخوان دولت واسه گاز منطقه میفرسته اونا واسه جمع‌آوری میان. توی زمان جمع‌آوری حتما زمانی که کنتور و علمکتون رو جمع‌آوری میکنن یک برگه رسید علمک کنتور به شما میدن که تا پایان مراحل اجرایی ساختمون اون کاغذ و رسید باید دست شما باشه. تشریف برین داخل. همونجوری که میدونی اینجا دوتا ملکه که تجمیع میشه. حتما این نکته تو ذهنتون باشه که اگه دوتا پلاک با هم داره تجمیع میشه برای انشعابات گازتون باید دوتا درخواست بدین. یعنی هر کد اشتراکی باید جداگونه درخواست بده که همینجوری که مشاهده میکنین گازش رو جمع آوری کرده و علمکش هم جدا کرده و اون رسیدن به ما داده.